سلام دوستان، امیدوارم که حال همه عزیزان خوب باشه. چند وقتی هست که یه مقدار نگرانی رو ما در جامعه اسکیل ورکر می‌بینیم بابت کاهش ظرفیت‌هایی که اخیراً از سمت ایالت‌ها در واقع مشخص شده. توضیح خواستم بدم در این ارتباط. ما وقتی که مقایسه می‌کنیم جداول اداره مهاجرت رو و جداول ایالت‌ها رو، ما می‌بینیم که یک کاهش چشمگیر وجود داره. اما این از کجا در واقع نشأت می‌گیره؟ در اداره مهاجرت ظرفیت‌هایی که اعلام میشه بر اساس تعداد ویزاهایی است که صادر میشه، اما در ایالت‌ها بستگی به اینویتیشنی هست که صادر میشه. یعنی یک خانواده 5 نفره در نظر بگیرید، از نظر اداره مهاجرت 5 تا ظرفیت اختصاص داده میشه، ولی از نظر ایالت‌ها فقط یک ظرفیت. پس یک تفاوت این قسمت رو داریم. دومین مسئله، ما در بخش اسکیل ورکر فقط 491 و 190 نداریم، ما 189 رو هم داریم. ظرفیت کاملا مشخصی داره و در ارتباط با بحث خود اداره مهاجرت هست، در واقع کاری به ایالت‌ها نخواهد داشت. نکته بعدی این که ما وقتی مقایسه می‌کنیم روند گذشته رو، ظرفیت‌های گذشته رو از زمانی که پندمیک اتفاق افتاد و زمانی که بعد از پندمیک بود و الانی که داریم صحبت می‌کنیم، می‌بینیم که افزایش هم داشتیم به جای کاهش. و نکته بعدی که بسیار مهم هست، باز اگر که چند ماه گذشته رو نگاه کنیم، بعضی از ایالت‌ها با توجه به اینکه ظرفیت‌هاشون کاهش پیدا کرده بود، مجدد لابیگری کردن، ظرفیت‌های بیشتری گرفتن. برای مثال WA رو اگه نگاه کنید چند هزار ظرفیت اضافه گرفت. برای مثال ویکتوریا رو نگاه کنید چند صد تا ظرفیت اضافه بر سازمانی که در واقع قبلا بهش اوکی داده شده بود در واقع به صورت اکسترا گرفت. و اگر که در واقع ایمیل NSW رو هم نگاه کنید که اخیراً در واقع ارسال شد برای خیلی از همکاران یا بعضی از دوستانی که خودشون مستقلاً اپلای کرده بودن، توی ایمیل دقیقاً مشخص شده بود که ما این ظرفیت هایی که به ما اختصاص داده شده در واقع جوابگوی اون نیاز جامعه ما نیست و ما همچنان در تلاش هستیم صحبت کنیم، نگوشیت کنیم، مثلا لابیگری کنیم تا بتونیم ظرفیت جدیدی و بهتری و بالاتری رو از سمت اداره مهاجرت دریافت کنیم. پس ایالت ها همیشه وقت بیکار نمیشینن، بستگی به نیاز جامعه‌ای که دارن، بر اساس مسائل اقتصادی که دارن، مرتب در حال نگوشیت هستن. این عوامل دست به دست هم میده که ما در واقع به جای اینکه نگران باشیم، بیشتر تمرکز خودمون رو بر جمع کردن بیشتر در واقع پوینت های خودمون تمرکز داشته باشیم. اگه تو بحث زبان هست تلاش بیشتری کنیم، نمره زبان بیشتری بگیریم. اگه تو بحث های دیگه هست در واقع تلاش های مضاعف خودمون رو انجام بدیم که ان شاءالله به نتیجه برسیم. این مسائل و صحبت هایی که امروز من خدمت شما عرض کردم، هدف فقط درک درستی از وضعیت فعلی، از بحث ظرفیت ها و تحلیل درستی بود که ما باید داشته باشیم و استراتژی بهتری رو که میتونیم پیش رو داشته باشیم که انشالله به نتیجه برسیم. امید دارم که تمام عزیزانی که تو این راه هستن حتما به دعوتنامه برسن، لاج کنن. انشالله همتون رو در استرالیا ببینید. با امید دیدار.